پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیت قطعی و 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد، زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیاء بسلیمان علیه السلام، بایها را راست میکند، بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد. از خداوند میپرسید است چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفت است چی میگفت است؟ میگفت است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد و کنار نداشت، از این خاطر به حساب امونها وابسته بودم، با دوادب امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند، میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مالی داشت که اگر تمام طبقه های همین زمین اگر میخرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود. این آدم با دولت چی میشد است؟ متهم میشد است، زبان کوتاه میشد است. و علی العبید بیوسف علیه السلام، بنده ها، کسانی که خدمتگار آدم های با دولت هستند، غلام ها خیزانده می شوند چرا نماز نخواندی؟ میگوید از پروردگارا من غلام بودم، من به خودم سرور و مولا داشتم، من وقت نیافتم که عبادت کنم. حضرت یوسف پروردگار نزد این غلام حاضر میکند، میگوید یوسف هم غلام بود، در دست عبدالعزیز، در دست زلیخا این غلام بود، لیکن عبادت خدا را ترک نمیکرد. این بانه شما برای شما دستگیر نمی شود. و علی المرضى بی ایوب علیه السلام، آدمانی که در حالت بیماری نماز نمیخوانند بی نهایت زیاد است. اینها را وقتی خداوند زنده میگرداند و میپرسد چرا نماز نخواندی؟ میگوید پروردگارا من بیمار بودم، من بیمار بودم، من نتوانستم، از جای خود خیستن نمیتوانستم، پام کار نمیکرد، دستم کار نمیکرد، بدنم شخص شده بود، فلج بودم، از این خاطر من نماز خوانده نتوانستم. پروردگار حضرت ایوب میارد، میگوید ایوب بیمار بود. راویای کتاب میگویند حضرت ایوب 18 سال بالای ریگ خواب بود، 18 سال بیمار بودن، از جای خود خیستن نمیتوانستند. لیکن بازم این دعا میکردم پروردگارا تمام بدن من اگر درمند باشد من راضی هستم بجز زبان من، خدایا زبانی مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفتی ایوب، گفت تو پیغمبر خدا هستی، دعای تو خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد. حضرت ایوب گفتند ای زنک، گفتند چند سال راحت دیدم؟ گفتند 80 سال بالای راحت بودی. سال شد. گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شرم دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم و بیماریم برابر نشود، من از خداوند شرم دارم طلب شفا کنم. خداوند مریض ها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودید.
امروز اکثریت مردم ما در حالت بیماری نماز نمیخوانند. در بیمارخانه ها که بالکل نماز نمیخوانند. وقتی در این خیل حالت نماز فرض باشد، پس چی جای این سردرد و این فشار خون و این دامنه و دیگر کسل هایی که در ما و شماست. در بیمارخانه هم وظیفه همه ما و شما چی است؟ نماز فرض است. اگر چهره ما طرف قبله هم که نباشد، اگر روی ما اون طرف هم که باشد، اگر جایگاه خواب ما بی نماز باشد، اگر لباس بدن ما بی نماز هم که باشد، با اشاره باید نماز خوانیم در داخل بیمارخانه. اگر کسی نباشد که به ما یاردم کند، اگر یاردمچی باشد با طریق اولا در گردن ما و شما نماز فرض است. اگر در این خیل صورت صاحب مسلک بگوید، کسی گوید که در این خیل حالت در گردن من نماز فرض نیست، وای کافر می شود بگوید، زیرا حکم خدا را چکار کرده است؟ وای انکار کرده است. با آدم های بیمار خداوند روز قیامت حضرت ایوب دلیل می کرده است که چرا نماز نخواندی؟ ایوب که بیمار بود نماز می خواند. و علی الفقراء به عیسی علیه السلام. لیکن آدمای فقیر، آدمایی که فقیر بودند، آدمایی که کم بغل بودند در دنیا، اینها وقتی که خیزانده می شوند و از اینها پرسیده می شود، اینها می گویند که ما پروردگارا گرسنه بودیم، فقیر بودیم، نادار بودیم، از سحر تا بیگار در دکان نشستیم که یک سوم برای زندگی پیدا کنیم. خداوند حضرت عیسی را می آورد است، می گفت است حضرت عیسی چنان فقر داشتند، چنان کم بغلی بودند که از دنیا گذشتگی در هیچ اشیای زندگی از پسش میراث نماند. حتی یک کاسه از خاندان حضرت عیسی میراث نماند، هیچ چیز در زندگی نداشت. خداوند میگوید عیسی اینقدر فقیر بود، اینقدر نادار بود، لیکن نمازش میخواند. فقیرها را در اونجا با حضرت عیسی متهم میسازد.